خب رفقا خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که یکی از مشکلاتی که گریبان چند اکانت هامون رو گرفته رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم اصلا داستان از چه قراره. قطعا 90% ما بچه‌ها روی تلگراممون چند تا اکانت داریم و روی هر اکانت اومدیم و داگز رو فعال کردیم و الان وقتشه که برداشت بزنیم. خب احتمالا خیلی از شما تونستید اکانت اولتون رو برداشت بزنید و وقتی که الان دارید این ویدیو رو میبینید واسه اینه که ببینید چرا نمیتونید بقیه اکانتاتون رو هم برداشت بزنید. ببینید دوستان، طبق تحقیقی که من کردم خیلی الان دارن میگن که بقیه‌شون نمیتونن بقیه اکانتاشون رو برداشت بزنن به خاطر اینکه شلوغه. ببینید من فکر نمی‌کنم واقعیت راستش رو بگم که مشکل از این باشه. من فکر می‌کنم که الان ببینید من اینجا کانکت ولت رو زده. خب وقتی که میزنیمش میریم و به تونکیپر وصلش میکنیم. قبل تر اگه یادتون باشه خود داگز میاد و تمام اکانتامون رو به یک ولت متصل میکرده. اوکی. و الان که میخوایم برداشت بزنیم رفقا ببینید من فکر میکنم که این امتیاز، حالا من دیگه میگم امتیاز، این امتیازی که به ما داده که بخوایم برداشت بزنیم رو به اکانت ما نداده، به ولت ما داده. میفهم چی میگم؟ یعنی من الان 10 تا اکانتم رو تلگرامم داشته باشم و 10 تاش به یه ولت بوده، اون امتیاز برداشت رو به یک ولت داده که همونی که همشون بهش متصل بوده و به اکانت نیومده این امتیاز رو بده که بتونیم برداشت بزنیم. یعنی اینی که اینجاست الان بچه‌ها یه چیز الکیه واسه ما این 13000 تا، این الان اکانت دوم منه. خب و اینکه خیلی‌ها میگن الان شلوغه نمیشه برداشت بزنیم، من امیدوارم که این باشه. واقعا دوست دارم که اشتباه گفته باشم ولی من فکر میکنم که بچه‌ها این امتیازی که ما الان داریم برداشت میزنیم، این ایدراپ رو رفقا به ولته نه به تعداد اکانت. اوکی، چون من رفتم و یه اکانت دیگم رو خب روی یک گوشی دیگه بالا آوردم، وصلش کردم به همون ولتی که توی این گوشیم هستش، حالا بهتون میگم. خب و تراکنش اکانت اصلیم رو آورد، همون اکانت اصلیم که خیلی زیاد بود اونو برداشت زدم رو آوردش. خب اصلا اینا چرا باید، اون اصلا یه گوشی دیگه است، یه خط دیگه است، چرا باید این رو بیاره؟ پس متوجه میشیم که بچه‌ها به اکانت نبوده، به اون ولتی که ما اول دادیم داده همون میگم امتیاز رو و گفته حالا برداشت بزن دیگه، از این 4 تا هر کدوم میبینی بیشتره برداشت بزن. و ما اونی که بیشتر بوده رو برداشت زدیم و اونایی که الان کمتر بوده رو دیگه نمیتونیم برداشت بزنیم، چون فقط یک بار میتونستیم اعتبار اون ولت رو ازش استفاده بکنیم و من فکر میکنم این فرضیه خیلی قوی تره و اصلا به خاطر شلوغی نیست. حالا امیدوارم که اینجوری باشه، چون من حالا تو اون یکی گوشی به یک ولت دیگه وصلش کردم، به اون ولت اصلی وصل نکردم، به یک ولت دیگه دیدم که زده بود چیزی برای شما وجود نداره. ببینید خطای شلوغی نمیداد، میگه چیزی برای شما وجود نداره. خب ولی وقتی به ولت اصلی که تو این یکی گوشیم بود وصلش میکردم میگه که شما یک بار برداشت کردید، اون اصلا یه گوشی دیگه بود، یه اکانت دیگه بود. اوکی، پس به خاطر همینه که من میگم که اون رو اومده به ولتی که اولین ولتی که ما دادیم اختصاص داده و به اکانت نیستش. اما امیدوارم که درست بشه، ببینیم حالا و من اشتباه گفته باشم، ولی اینجوری که خودم حس میکنم و قطعا شما هم با این فکر الان طرز فکر و این دید آشنا شدید میتونه که واقعی باشه. حالا شما نظراتتون رو تو کامنت ها بگید ببینم شما چه نظری دارید. خب رفقا اگه اطلاعی خبری جدیدی بشه حتما مطلعتون میکنم، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، گم نکنید که ترفندهای دیگه، ایردراپ های دیگه ای که زودتر میخواد لیست بشه رو بهتون معرفی بکنم تا دیگه این مشکل به وجود نیاد و اونا رو دیگه بتونیم به ولت های دیگه متصلشون بکنیم. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.